سلام بچه‌ها، من بردیا ایسم پوک هستم. خوش اومدید به این ویدیو جدید. امروز اومدیم با دوئل با یه یار که نمیشه گفت، با یه انمی رندوم. خب اینکه رفته تو مچ. لالای اصلا کلا نیستم بچه‌ها. اینکه همون بود. بابا یکی دوئل اینم که نمیشه. بابا یعنی لعنت به هیچکی دوئل وان به وان نزده بچه‌ها. الان موقعی که من رکورد نبودم همه زده بودم. خب بچه‌ها، آها این یاروه بسیار سوان حسینم. بابا بنازم همه رفتن دیگه. نه این چند نفر است بچه‌ها. نیست کلا. چرا؟ خب مجبوریم خودمون رو بنازم. ایشون بچه یه فکتی هست که میگه اگه شما گزینه فینیشر رو همزمان با گزینه سویچ روی گان، یا بهتره بگم اینو گزینه بذارید یعنی شروع شه. این گزینه بزنید بچه ها، این که روش فلش کشیدم. چی بهش میگن؟ فینیشر با گان صورت میگیره که من زیاد به این اعتقاد ندارم. حالا میریم که ببینیم میشه یا که خیلی. من چرا این خب بریم. یه فست ناز زدیم. یارو ما رو زد اول کار. یکیش کلا جلو بود. این از دومین کیل بابا جیجیه. اینا برای ما بابا ایزیه. خب بچه اینجا به جامپ بزنیم. مطمئنا اینجا میاد که از وسط اومد نامرد. بچه من اصلا گیم نرم به خاطر ویدیو رکوردر من کلا صدای گیم نرم، یعنی صدا با هیچی بچه اصلا افتضاح وضعیت گیم. اوف بابا اصلا دیوایس دیدی چقدر عالیه. بنازم بچه خیلی عالیه دیوایس. یعنی من یارو رو میزنم 500 بد میشونم. واقعی بچه چرا چجوری نخورد؟ لعنت بهت عفسی. یعنی آدم خوب بنازم بچه. یارو نوبه بچه، ولی لیولش فکر کنم همتراز باشیم یا لیول من بیشتر بود نمیدونم. فکر کنم 160 خورده بود. چون یه جامپ شات خوشگلمون نشه. بشه آقا بشه. نشستم به در نگاه. بچه ما ادیتور نداریم، کم بود داریم. هر کی ادیتور میشه بگه حقوق مایی 100 دلار. چرا گان کشیدی یارو منگول فشاری بچه؟ ببخشید این گرگ زیاد شده این منطقه. آره کلا نیستش بچه. یا اول فصل گردش دول گان، یعنی استون فشار بود قشنگ. یارو گفت ولکو با من چرا باید اصلا برم استون پلی بدم پاره میشه. کین ریزی بکنیم بچه. آره کجایی عیزم؟ کجایی؟ بیا اینجا همون کارت دارم. بیا لای نیستش بچه. من کمپیده سر خوب یه شیشه خوبه بچه. بعد من اتچمنتم گذاشتم تو چنل ابل فضل. من نایف لجند دارم. با آدمی که نایف لجند داره در نیافت بچه. من چی بشه، من اتچمنتش گذاشتم تو چنل. جز اولین ویدیومه. رو تامنیلش هم نوشتم بچه ها، حتما برید ببینید. اتچمنتش فوق العاده است. اگه الان بذاریم منو بزنه خودم برم جلوش که بمیرم، نبت این کار چیه بکنم. لا بچه بریم جلو دنش. خوبی همو بای بله خودکشی کردیم. این اتچمنت هستش که شما ببینید فقط هیپ فایرش بریم.
بیاد. نامرد کلا فشاری شد، گیم اوور داد. بله بچه ایکی سریفته باشد. نه بابا آدرنالین بزنیم به خودمون. ای چجوری نخورد؟ نه بودم بچه. بابا نگو دیگه من صدا پا ندارم اینقدر چرت میشه. بیا نمیاد. به دادم برس لای لای. مهم نیست بچه، آرامش خودتون حفظ کنید، پلی بدید. حتی اگه صدا پا هم هیچی نشید، اگه انمی جلوتون اینجوری کمپر بود. خب بریم یه تست هیپ از این اسم بگیریم. یارو خب کمپره نمیاد، من چجوری تست هیپ بگیرم من جی. اوه بابا بچه دیدید اصلا بدونی که صدا پا داشت باشه. چیه گانش؟ یکی زریده است. بله وای بد دمیش خورم. چرا باشه اینقدر ایمه من ضعیف شده جدیدن که دقت کنید. هدشات بابا جیجی. بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد قول بدین که سابسکرایب و لایک فراموشتون نشه بچه ها. دینگو باز باشد. نه بابا چون حتما اگه از این شات های ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب چنل حتما فراموشتون نشه. زنگوله هم بزنید که از جدیدترین ویدیو هم با خبر بشید، چون این کانال واقعا کانال جالبیه. میتونید هر چیزی توش پیدا کنید. دوئل، بتل، اتچمنت، گانای خفن، زدن بتل پس، خرید سیفی، هر چی که خواستی میتونید از این چنل ببینید. اینم از تست هیپش ناموسن دیدید بچه‌ها چقدر خوبی میزنین اسنایپ. حالا اتچمنتشو گذاشتم توی اولین ویدیوم هستش. بله شما میتونید اونجا برید مشاهده کنید اتچمنت خوبشون. بچه‌ها میخوام مثل این یوتیوبر معروف مثلا معذور بنگ اینا، درسته من به گرد خوشون نمیرسم ولی خب بذار حرفم رو میشه. نه میخواستم دو اسنایپشم که یارو رید بهم. تو کامنت هم خیلی دیده بودم گفته بودید این دیل از کجا داری؟ رایگانه و ما چیلی میتونیم دریافتش کنیم. مثلا این دیل رایگان نیست بچه. این برای بتل پسه، پس سیزن 3 سال 2022 که اونجا باید خریداری میکردین. الان هم هستش بکنم نمیدونم. آره فکر کنم یه 14 روز دیگه میره. حتما اگه مونده بود بزنیدش، خیلی بهتر از خوبیه. اسکین پارک بهتون میده، گانزو اول فصل گانزو بهتون میده. همین گانزویی که هست یکی خفن ترین اسکین بازی، یکی خفن ترین گانزو است. بابا نگو دیگه در این حدم فشار نخور. یکی از اسکین خفن بازی هستش. بابا ناموسن پاره کردیم ما رو، ول کو گان نکش باش. راحت باشه ایزم خواجم. گفتم به تو که یکی خفن این گانزوی بازی هستش و همینطور 4 تا اسکین بهتون میده و 5 تا گان. گاناش هم بدک نیست ولی دیلش بچه ها خودتون دیلش داریم میبینید چقدر هم فست اسکوپش دقیق داره، هم ایمش خوبه، هم تو چی بهش میگم نمیدونم اسمش چیه. آره همون بچه اگر فکر کنم از این ولی هم بچه من با اینو پارش میکردم درسته. این نامه ما کان کشیده رید به ما و تموم جیجی. بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا حتما سابسکرایب فراموشتون نشه. تا یه ویدیو دیگه بدرود.